معذرت ما قبول میکنیم مسیز نورتن؟ معذرت شما قبول شد مستر بینیامین. Okay. How do you do, Mrs. Newton? Fine, thanks, and you? Thank you. ما موضوعاتم میفهمیدم. میخواستم با کمالم بگویم اما در قسمت کمال نبوده. اگر قسمتش میبود باز ما برش میگفتیم. حالا در قسمت ما هست. نگویی که انگلیسی یاد نداری، ما هم کم نیستم. بله جانم، خوب یاد داری. درست است، من یک گلاس آب گرفتم پس میایم. دختر تو چقدر میخوری؟ یه قسمی زیاد شاخ میشی. باز نظر میشی، کوشش نکن که زیاد شاخ شدی. صحیح است، هرچی که تو بگویی. یا گپ شمارتون قبول کده خلاص. درست است جانم. سوراخ بیبی نورتن چقدر کلان است. خسارم مثل کلکین بازش کرده. توبه صبر اونجا اول پت کنم. ها پتش کن. راحت باش، صبر. این دروازه دیگه چرا سوراخ شده؟ چی شده؟ کی گل خورد؟ کار شدم. کارم کرد. چی میکنه؟ توبه کردیم خدایا. چی شده داره؟ کار شدم. چشمایش کور کردی. توبه نورتن، او که ما را سیل میکرد گناهش نیست. من که خواستم سوراخ بکنم. یا موضوع خورد است. این طفل است بینیامین. طفل چی است؟ طفل نیست. کلام آرام شده. بچیم چی شده؟ بام که ببینم. چشمش کور شده. ببینم. چی شده بچیم؟ مادری بروتی کورم کرد. بیبی احمقه، بیبی خوب صحیح ببینن. توبه خیر از جان مادر. فقط که من از قصد ناخون اومده چشم داخل کردم. مادر جان ما اون نورتن چی میکردیم؟ ما اون نورتن چیشته بودیم؟ یا ما سوراخ ما را سیل میکرد. وقتی من خواستم اونجا را پد کنم دستم به چشمش خورد، یعنی ناخونم در چشمش در آمد. کدام کار دیگه نکردیم. چشمم کور شد. ولی از خدایی را از اینجا ببرین. بخه بچیم بخه که در چشم دوا بزنم. بخه دیگه حالا نورتن بیا دیگه حالا. ها میاییم مادر، ما میاییم. ما میاییم اینا. چیز نشدهش، ما میفهمم یه چیز نشدهش. چشمش جور است. مکارگری میکنه نورتن. یعنی ما مقصر هستم. مقصری کارا تو هستی بینیامین. حالا داخل بیا که ازت معذرت خواهی کنم جانم. نمیشه جانم، چشم بیادرم کور شد، باید برم چشماش پانسمان کنم. تو امشب مرا فراموش کن. ولی از خدا چشمش کور نشده نورتن. مادرم صدایم کرد تو دیگه برو الا. تو به خدایا خداوند جزای همگی تا نبته نورتن. من چه وقت از یا خلاص خود شدم. دست پای میلرزه دودو. تمام جانم درد میکنه. هیچ خوب نیستم زنکه. شاید به خاطر که زیاد سیر خورده باشم تو شده ایم. 1 کیلو سیر خوردم. بیخی دلم بد میشه. ما را سیل کنین. بهتر از که شما با طویله برین. ما وضعیتم هیچ خوب نیست بچه هایم. درست است پدر. ما و جلال میریم. اما تو نیست جلال؟ دودو من دیشب زیاد فکر کردم. به نظرم نگفتن هلال به فایده کل ما شده. تو نیست؟ من خبرت گفته بودم جانم. بله تو گفتی. گوش کنین، این موضوع را به همگی میرسانیم. وانمود میکنیم که نگفتن هلال به خواست و پلان ما بوده. فهمیدین چی گفتم بچه‌ایم؟ همه تو میگن باید کلگی قسم بفهمن. فهمیده شد؟ درست است پدر. درست است. جلال هوش کنی. تو چشمای خدا نگردم. چیزی که گفتم همه تو شبه. فهمیدی؟ جمال بچیم تو هم هلال گرفته بیار. برات وعده میتونم که قار نمیشم. باید پس به خانه خود بیایی. درست است پدر. من به هلال میگم. بیبی جمال تو چیکو شام وقتی که هوا تاریک شد هلال خانه بیار که کس نبینش در. درست است؟ درست است پدر. جلال حالا دیگه بسته است بخیر. این مرچ تند است دو ها؟ البته که تند است جانم. حالا بیادر. اصل میخوری جانم؟ میخورم. آله برات آماده میکنم. دو بیخی مزه دانم از دستم رفته. میفهمی؟ مزه هیچ چیز نمیفهمم. به خاطر که فشارت بالا رفته بود و سر درد میکنم مزه دانت نمیفهمی جانم. بیادر ها چی شده؟ باز چرا تو سعی میکنی ها؟ بان حدس بزنم حالا که با طویله میریم تو بازم به خاطر دیدن آیتن اجازه میخوایی. تو چطور فهمیدی؟ راستش جلال جان حدس زدنش بسیار مشکل بود، اما فهمیدم دیگه هر وقت که بخوایم با کار کردن با طویله بریم تو به خاطر دیدن آیتن اجازه میخوایی. ما مجبور میشم که تنها کار کنم. یعنی اجازه نمیدی؟ اجازه؟
میتونم اما ای بار کم زودتر بیا و همراهیم کمک شد. درست است؟ جانم برا جدواری. حالا فوراً بیا ببینم که چند بجه میایی. خدایا. کجا میری؟ جایی نه پیش کامران خواهرم میرم. دسته چی است؟ موهای موتو میکنم. احمق، بازم پیش او سوده شیشک میری نه؟ بیازو دیشب شما را دیدم که در باغچه گپ میزدین. ها گپ میزدیم دیگه. نتیجه وفاداری را خودی دی خواهر. به خاطر هلال حتی به خانهشانم رفتم. چی شد؟ ما را مثل سگ در میدان قریه بیابرو ساختر ها کرد. احمق هستی به خدا. چی میگی خواهر؟ مجبور هستم پیش سوده برم. هلال گفته خودم به خانهشان رفتم. هلالم برام تمام شد دیگه. بس است. خب چی خود شد؟ اگه سوده برم من چی خود کردم؟ باز چی میشه؟ مثل کامران خواهرم در خانه میمانم. راستیام که بسیار احمق هستی. چوب با احمق بودن چی ربط داره؟ حتی بریل اغرو بعد از مردن دوست دخترش فریحه چی کرد؟ زینب ینگی ما را پیدا کرد. ها داستان عشق اونا افسانه‌ای بود. شاید سودا معشوقه داستان ما شود. چی بفهمم؟ ها تو کجا میری؟ بعد دیدن جلال میرم. یعنی گپ میزنیم که بعد از چی خواد شد. ما دیگه با او خانواده رابطه نداریم. تو هم فوراً جدا میشی. فهمیدی؟ خب دیگه چی؟ ما نمیفهمم. دختر بی تربیه. وقتی گفتم که جدا میشی. در غیر او میفهمم همراهی چی کنم. کمال و خدا هر دو پایتم مشکنانم. اعصاب من خراب نکن اگه نه در سرت موی نمیمونم. اوف تو بعد از اگه بری برام مهم نیست. فقط خوشحال میشم آیته. مرا دست کم گرفتی. اینه احمق چی کردی؟ میخواستم در سرت بزنم نشانم خطاره. چون عقل تو همیشه اونجاست کمال. آخ چطور درد نمیکنه. آی خدا. اوه خدا چی کنم. بیا. کمال چی شده به خواهرت بگو. کامران خواهر من تو را یک کار دارم. تو مرا کار داری؟ ها بگو کارت چی است بیادر نازم. من با دیدن سوده میرم. او خوش داره که موهای من قاط شده باشه. اگه تو موهای من قاط کنی از 5 لیره پیش میشم. به او خاطر پیش تو آمدم. راستیم چی ضرورت است؟ صبر من برات مفت موهای قاط میکنم بیادرم. بیشی خدا الله خواهر من چقدر بدبخت هستم به خدا. هیچ نپرس بیادر. ما مثل تو بدبخت هستم ها. این وضعیت ما چی خواهد شد خواهر؟ کمال وضعیت تو را چیزی نشده. صبر که همراه تو جورش میکنم. تو هم اینجا باش مال زود پس میایم. درست است؟ صبر. سلام گل. جمال اینجا چی میکنی؟ خیرتیست؟ منتظر تو بودم. راستی خوش شدم که به کارت برگشتی. نه به کارم بر نگشتیم. وضعیت پدرم خودت میفهمی. به خاطر کمک به او آمدیم. یعنی به کار بر نگشتیم. هوش کنی قسم فکر نکنی گل. درست از جمال میفهمم. به همون خاطر اینجا منتظرت بودم. حد زدم که میری. خوب است. وقتی که آمدی پس خوب است که این موضوع را روشن بسازیم. تو به هلال گفتی که نه بگو گل؟ تو گفتی. ما گفتم؟ بله. به کامران تو نگفتی نه؟ اما به فکرم آمد. من خواستم این مفکوره را به هلال بگویم. یعنی من به این مفکوره تو هستی جمال. به خاطر که من به این مفکورم هستم در نتیجه بازم من مقصر شناخته شدم. آفرین. نه خیر در این وضعیت کس مقصر چیزی نیست. به نظر می بهترین کار بود. بله گفتم به یک کسی که دوستش نداریم کار نداره جمال. یعنی که بله گفتن به کسی که دوستش نداری امکان نداره. اما بعضی اوقات هم این گپ امکان داره گل. منظورت چیست؟ یعنی به انسانه که دوستش داری بله نمیگی. در طور مثال تو برم گفتی که دوستت دارم اما وقتی که موضوع عروسی شد نخیر گفتی. برم توضیح بده آدم کسی را که دوست داره و کسی را که دوستم نداره چطور تو میگه گل؟ بیبی جمال من میخواستم دمی بارم رایت گپ بزنم. من بعض اوقات به بعضی چیزا متفاوت میبینم. اما حال فکرم کم تغییر کرده.
تغییر کرده. گرچه لباسی که شب گذشته پوشیده بودی و متفاوت بود گاله، یعنی یک لباس بسیار مقبول بود. بله، ما میخواستم دمی بارم راید گپ بزنم. اما متاسفانه نمیتونم گپ بزنم به خاطر که زیاد کار دارم گال. میفهمی که باید متوجه دخترها باشم. دخترها سعید جمال، پس ما کمکت میکنم که خسته نشی، هم کارت زود تمام میشه و هم وقت به گپ زدن میداشته باشی. کمک میکنی؟ بله. یعنی به خاطر گپ زدن تصمیمت قطعی است خیلی؟ بله جمال، قطعی است، چون فقط با گپ زدن میتونی بعضی چیزا رو حل کنی. این قسم میگی؟ خوب است، درست است، بیا کمک ها. درست است، اینجا متوجه باش. روزنک اسما، حالا زود ماستا بیار، از صبح تا به حال معده میسوزه. اینو بگی آوردم، بگی. ای چی از زرکه ای خود کم است. به خدا همه قدر مانده، حالی ای رو با خود تا شام دیگه برات آماده میکن. بیادر، به نظرت چرا پدرم لباسای ما سوختاند؟ فکر میکنی مرا دوست نداره؟ نه خواهر نه، اون لباس مناسب تو نبود، با ما نمیزیبه. خب اینجا دست تبان که درست قاط شوه. تمام لباسای ما سوختاند. سوخت خواهر، سوخت. میفهمم سوخت. انگشتایم سوخت خواهر. توبه، زیاد سوخت لالا. چی؟ ببین مثل که دروازه موتر گرفته باشش که بود. نه صبر کن، کجا میری؟ نه چی شده؟ دستاکایم سوخت به خدا، انگشتاکم سوخت. چی شده؟ بعد رقم سوخت به خدا. نشان بدی؟ الله، صبر کن، من برات کم قیمق بیارم. صبر. درست است. بیشی بیا اینجا، بیشی بیا. بسیار سوخت میکنه. درست است. آره خوب میشه. درست است. خواهر، در حقیقت کمال نمیگفته. ای تو، چون اول از عروس میپرسنی، قبل از اینکه کمال نبگویه هلال نگفته. یعنی اگه اول از کمال پرسان میکردن، جواب نخیر از کمال میبود. توبه چی کارایی که نشده سوده خوب؟ اصلا تمامی پلانای کاکا یوسف بوده. در گذشته جمال کامورانه در میزنکا ترک کرده بود، نخیر گفته بود. خب اینا به خاطر انتقام میخواستن سر کمال نخیر بگوین، اما خودشان فریب خوردن. توبه کردیم خدایا، ما باعث شدیم که او دختر بیچاره نخیر بگوید. نخیر اگه میفهمیدیم که او نمیگه دختر در بلا نمنداختیم. نخیر خواهر، نخیر. خوب شد که در میزنکا نخیر گفت، به خاطر که حال دیگه بین هلال و کمالی چیز باقی نمانده. مره بیبی، ای کمال آیا برای تاله گفته که دوستت داره؟ راستش دقیقا تو یک چیز نگفته، اما مشابه او را گفته. گفت آدرس قلب من مشخص است، اوم تو هستی. توبه، آدرس مادرس نه شیرینیم، تو بازم زیاد پشته گپ نگی. بیبی بین ای دو خانواده هنوزم روابط وجود داره. بعدا نشه که تو در بین بانی احتیاط خوب چیز. خواهر تو تشویش نکن. معاله امرای کمال میبینم، از او مزرد میخوایم. او بیچاره را زیاد سیلیکاری کردم، باید مزرد خواهی کنم. میدونم کم متفاوت معلوم شوم. تو میشه مرا کم آرایش کنی خواهر؟ درست است جانم، تو برو از اتاقم لوازم آرایش ما بیار، تمامشون در دست قبلم است. بیا که من تو را آرایش کنم. درست است؟ یک لیوان خواهر. برو بیار. درست است، میارم. برو دیگه. توبه کردیم خدایا، در اینجا هیچ هوشیار نمانده. سلطان مادر سلام. چی میکنی سلطان مادر؟ ده ای چیز گم میزنم، آرایش خانه را یاد میگیرم. خوب میکنی. نواسایت کجاست؟ ده اتاقای خود شیشتن. خوب، بشینن. سلطان مادر یادت است در عروسی ما برات گفته بودم که بعد از نکاح باید همراهت گپ بزنم؟ چی گفتی؟ یادت است که گفتم درباره نیازی از سلطان مادر، اما تو فراموش کردی. حالا به یادم آمد. تو چی میگفتی؟ بگو مشنوم. سلطان مادر میفهمی که اون نیازی خب یک دختر در خانه خود پد کرده. تو چی میگی دختر؟ راستش یک دختر در خانه خود پد کرده. اگر بینشان چیز نباشه، نیازی چرا باید تو دختر در خانه خود پد کنه؟ لطفاً این گپ از دان کسی نشنیدی، درست است؟ اما حالا خو از دان تو شنیدم دختر. نه اوف، مقصد من تو نبود. خیلی مقصد چی بود دختر؟ میخواستم بگویم درست است، هر قسمی که تو میخوایی اما تو فکر کن از من نشنیدی، درست است؟
نیازی در خانه خود کدام دختر پد کده؟ خی همراهش زیاد نزدیکم است. نمیفهمم ندیدیم. نیازی در خانهش یک دختر پد کده. با او دختر رابطه داره. من بسیار خوب میفهمم با او دختر کدام رابطه داره. من همیال خانش میرم، برش نشان میتم. زود باش مرا اونجا ببر، زنده نمیمانمت. نیازی همیال در جانت میایم، نمک حرام. من برات نشان میتم نیازی. به خدا اگر زنده مانمت، به خدا. اوف بچه‌ایم، چی کردی که دست دقیقه سوختاندی ها؟ مادر، ما به خاطر که مزاحمتون نشم گفتم پتلونم سر کامران خواهرمو تو کنم. مام گفتم که حوصله‌اش ندارم، به همین خاطر انگشتایشم او تو کدم. هلا خانه در گرفت. هلا خانه در گرفته. خدا در گرفته. تیز برو پدر، زود شو. توبه باز چی گپ است؟ بیا در این خانه نیست، فکس کاروانسرای است. توبه چی شده؟ توبه بدمه کل جای سوخت در گرفت. او بیارو اگه پرچی ممی بود حالت زداری خام داو می بود نه؟ گپ نزن. صبر کن خسرو جان، اون طرف اونجا رو بگیر. اون طرف شو چال نتین. زود شوین. حالا درست آیستا صبر کن حالا دانه دندانت هم ایده کده بودی. چی میکنی؟ نه چیزی نمیشه. بنیامین چی که دیگه قالین از مادرم برام یادگار مونده. خانم از پدر سلطان مادر برش یادگار مونده بود. میخواست خانم بسازه. تا سر ما میه. خانه ما نظر شده، باید یک ختم بگیریم. حتما دعای بد اسنو ما رو گرفته که خانه ما در بیاره. ولی از خدا او چرا بدوا کنه؟ کسی که بدوا کنه ما هستیم. تو اولاد ما رو در میز نکات ترک کرد. توبه هنوزو میسوزه. آقا بیادر باش، حالا من خاموشش میکنم. لغت کن آیستا بنیامین آیستا. اما خانه میسوزه مادر. یکی سیاه شدم به خدا. بس است دیگه. باش ببینم. خوب است، خاموش شد. بله حالا شیر گوام دوشیده شد، میتونیم با هم گپ بزنیم؟ امو فکر کنم نمیتونم ازت نجات پیدا کنم. خب ببینم که درباره لباس چی بهانه به خود جور کردی گل؟ ما بهانه جور نمی کنم جمال، حتی تو یک چیز بشنوی که فکرشم نمی کردی. ایره ببین خوب است، بفرمایین خانم گل، با هم گپ میزنیم. Güzovanın çayırda çayırı, Gökovanın bayırda bayırı. Üstü aga erken davrandı, kıza dedirtti hayırı. Üstü aga erken davrandı, kıza dedirtti de hayırı. Tarlasında taze hıyarı, yine duydu Yusuf Aga hayırı. Yusuf Aga terk etmese bari bu güzelim diyarı, bu güzelim diyarı. سلطان مادر، من به نیازی زنگ میزنم که پشتت بیاید، چون نمیخوایم بخواد کدام بهانه جور کنه. تو هر قسمه که برش میگی بگو. آفرین دخترم، زود برش زنگ بزن که بیایه. بله قریادار گزالکوی نیازی گیتی دار گپ میزنم. بفرمایید. نیازی تو کجاستی؟ چرا موبایل تا جواب نمیدی؟ محترمه برای توضیح میتونم. دقیقه خانه کمی سر و صدا بود، از او خاطر نشیدم زنگ زد. گفتی محترمه؟ تو همراه من چه قسم گپ میزنی؟ خوب گوش کن، ما باید درباره یک چیز مهم همراهت گپ بزنم، خبر باشی، باید همیال ببینیم. خیلی تو راست فهمیدم. در کجا؟ در خانه تو با هم گپ میزنیم. من میرم طرف خانه تو هم بیام اونجا. در خانه من نمیشه دختر جان. میشه گفتم نمیشه نورتن. میشه بسیار خوب میشه. به خدا نمیشه. حالا دیگه شد ما رسیدیم. حالتان بیا. خدا در غضب خود گرفتارت کنه. گفتم نمیشه، من چی کنم؟ ای خدا جان، در غضب خدا شوی دختر. Tarlasında taze hıyarı, Yusuf Aga yine duydu hayırı. Yusuf Aga terk etmesin bari bu güzelim diyarı, bu güzelim diyarı. دان خدا پیش میکنه، تو هم گوش نشدی بگی.
خب مشنوم دختر مقبول زیبارویی. گفتی مقبول زیبارویی؟ خوشم آمد. خوب است. خدا کنه چیزایی که میگی خوشم بیایه گل. یا شایدم هیچ گپ نزنیم جمال. چرا؟ مرا گفتی مقبول و زیبارویی به این معنا که زیاد موضوع کالا برات مهم نبوده. به نظر موضوع کالا را از مکده تو جدی تر گرفتی به خاطر که هر دفعه تو موضوع او را باز میکنی. تو واقعا تو فکر میکنی جمال؟ بله اما تو فکر میکنم به خاطر که معلوم است که کان کی است و چرا او لباس به تو خرید، یا معلوم است که تو چرا او لباس پوشیدی. همه چیز به وقت معلوم باشه ضرور نیست که من زیاد دربارش فکر کنم. یعنی تو تصمیم گرفتی و او لباس پوشیدی، بر من هیچ فرق نمیکنه. تو چی وقت به من لباس خریدی که من نپوشیدم جمال؟ لباس گفتی؟ مرا میگی؟ شما یک رواج ندارین وقتی دو خانواده عروسی می داشته باشن تا جایی که میفهمم به عروسی او خانه یا به خیاشنه او خانه توفه خریده میشه؟ من شخصا اما یک توقع داشتم، بسیار خفه شدم وقتی دیدم توی یک کار نکردی و رو پوشیدم. وقتی دیدی من کار نکردم یعنی اگه من برات لباس میخریدم تو لباسم میپوشیدی گل؟ خب دیگه امکان داشت. یعنی با وجوده که اینجا دو لباس خریده شده میدیدی کدامش مقبول تر است، نظر به او تصمیم میگرفتی و باز میپوشیدی، یعنی باید تصمیم میگرفتی. البته که تو میکردم. خیلی خوب شد برات لباس نخریدم. جمالم رایت مذاق میکردم. البته من لباس را که تو بخری میپوشم. خیلی خوب است. خوب شد که شنیدم، اما حال ما باید پیش هلال برم. گلده صورتی را با تو میتم، تو هم کم کار کن. درست است، اما صبر کن من میام یک جای پیش. راست میگی گل، به حیث مشاوره ارشدش خوب میشه که تو هم باشی. بالاخره دختر در یک مصیبت انداختی، باید برش یک چارم پیدا کنی گل. نه خیر جمال، من او را از جگرخونی نجات دادم. کاش که خودم بتونم نجات پیدا کنم، اما خودم نمیتونم. گل، راست و واقعیت تو خود جگرخون میسازی. یگان وقت خوشی تا پیش پایایت میآیم، اما تو او را پس لغتی میزنی. زنده باشی، بسیار برام کمک کردی، بسیار تشکر. مهم نیست تا کی ما باشم، تشویش نکن، آهسته خوب میشی. درست است؟ کثیف گفتی؟ گل کثیف گفتم، تک یک کلمه ماست، با هم توافق کرده بودیم که تک یک کلمه هم دیگه را نمیگیریم. کثیف از ماست، فهمیدی؟ حالا خدافظ. درست است، صبر کن من میایم. نه خیر گل نمیایی، به خاطر که آمدنت به اونجا مناسب نیست. از او خاطر اینا هنوز گشنه هستن، تو برشان کاپر. تو خداحافظ. توبه چرا نمیخوایم همراهش برو؟ سلطان مادر، تو هم اینجا استاد باش. درست است؟ درست است میباشم. آی کس آمد، حتما پدرم است. صبر کن من میبینم، همینجا باش. سما باز کن. خواهر کلان کاموران است. او چرا اینجا آمده؟ نمیفهمم، یگان وقت میآید. به هر حال تو همینجا باش، من زود پس میآیم. دختر تو کی هستی؟ من هیچ کسی من تو را میکشم. نه تو را میکشم دختر. فرار نکن. گفتم فرار نکن. تو را میکشم. پایایتا مشکنانم. نمیشن میکی در خانه نیازی ما آمدی. پایایتا مشکنانم. به خدا که زنده بانم. فرار نکن دختر، گفتم فرار نکن. پایایتا مشکنانم. به خدا که زنده بانم. فرار نکن. اینجا چی گفت؟ سلطان مادر. سما بیای تو. صبر کن. این دختر کیه؟ مزی کارت پشیمانت میکنم. حال تو را میکشم. به خدا قسم میکنم. استاد شو بی غیرت. نمک حرام. فرار کن. یاد پشیمان شدیم. سلطان مادر خریدار نزن. خدا قسم خودت کارت کنم. نزنی. صبر کن سلطان مادر، دیواریم کردیم. نزنی. صبر کن سلطان مادر. سلطان توشی میکنی دیوانیم ساختی. باز شروع کردی که مردم مثل مرغ بدوانی. بعد است خدا بعد است. از این خاطر از تو خفه خواهد شده. به خدا قسم میخورم. خدای من نیازی آرامتر. دیوانیم ساخته. او بیادر بعد از نمیبینی. مادر کلان تو بیا اینجا بشی.
بیا مادر کلم. تو را یک دم اگر تنها ببینم تمام لذت دنیا ببینم. یازنه؟ خدا جانت نگیره. اون طرف سعی کن لوده. یازنه یک کار عاجل دارمت. توبه اینجا بیا. باز چی شده؟ بنال بچم. همراه سوده میبینم. به خدا هیچ وقت از دست نمیتی. آفرین. نه ای بار رو آمد. راست میگی بچم؟ خب دیشب آمد. ما هم هرچی کوشش کردم که کمی همراهش قدم بزنم، اما حال همراهش قدم میزنم. میخوایم پیشش گریه کنم. بچم گریه کن دیگه. گریه کنم، اما با کمک تو ضرورت دارم. یازنه خوبه، سیره درک میکنی که بدون یازنیت نمیتونی کار کنی. حالا برای چند تکنیک یاد میتونم. جمله مرا برش بگو، کارت تمام میشه. هیچ تشویش نکن. بیخی دلت جمع. زنده باش یازنه. حالا ما یک بار میرم پیش سلمان. امی میای ما کم استایل بزنم. بچم تو لو دستی؟ آدم احمق، تا برات چیز نگفتیم. بشی برات که بگویم کمال. با خدا راست میگی. از هیجان زیاد نمیفهمم چی میکنم. بگو بعدن پیش سلمان میرم. احمق، از من تو هیچ چیز یاد نگرفتی. هیچ چیزه. اوسو بشی. بسیار کش کردم، حالا نفسم قید میشه. ای که دستت اوگار شده بسیار خوب است. از همینجا شروع میکنی. فهمیدی؟ دخترها کس نه زخم دیده نمیتونن. دخترها یک خاصیت دارن که زود احساساتی میشن. این زخم برات نشانی خوشبختی هست بچه‌م. ماده جوانی از این تکنیکا بسیار زیاد استفاده میکردم. بسیار زیاد. راست میگی بخدا. زن مرا بیبی اسما، تمامی بدبختی از دست حسنای بدبخت سیره میفهمی؟ او را به در گرفتن خانه ما چی غرض؟ فقط که ما بدبخت هستیم. گپ ما گوش کو، پیش ما از حسنا دفاع نکو. تو وقتی که من از این حسن خدا نجات نتوم نمیتونم در این قریه راحت باشم. گوش کو یوسف، تو بیاز و حالا به قهوه خانه میری. اونجا باید مواظب خود باشی. بیبی فشارت بیاز و بالا میره. حالا خدای نخواسته سکتی مغزی نکنی، باز ما را دبلا مندازی. درست است، کم آب سرم بنداز. صبر کن. در غضب خدا شوی زن چی میکنی؟ توبه کردم خدایا. درم دادی زن، همیالیم کل جانم درد دادی، حاجت به سکته نیست. بس است دیگه، درست است. زود شو. دسترم بردی یوسف. دسترم بنداز گرچه. درست است. صبر کن. صبر. پرتو دختر خواهرت کجاست؟ به خدا نمیفهمم، گفت که کار دارم و رفت. تو به خدا نمیفهمی میزنه دی وقتا چی شده؟ گفتم من نمیفهمم. یاد نه بیازو خودت میفهمی، اگه بفهمم یادم میره. مرا ببین دختر، شام که درباره نیازی گپ میزدیم چرا خواهرت پنگه دادی؟ با آرنج زدم؟ با خدا هیچ یادم نیست. کاموران این قسم رویه نکو. تو با ما طرف هستی. ما در این کارا خودم استاد هستم، فریب داده نمیتونیم. بگو چرا زدیش؟ گفتم یادم نیست. یاد نه دازم بین خواهرم و نیازی هیچ رابطه بوده نمیتونه. خواهرم متأهل است. خواهرت متأهل است؟ من هیچ خبر نداشتم. چرا برام وقت نگفتی دختر؟ تو لو دستی دختر میگی خواهرم متأهل است؟ توبه خواهرت همراه من عروسی کرده. اینا ما میفهمم. توبه. بله همراه تو عروسی کرده. فکر نمیکنم که در گذشته کدام رابطه داشته باشن. قریه کوچک است. اینا هم در قریه بودن دیگه. شاید کدام وقت با هم دوست شده باشن، اما یک دوستی ساده بوده بینشان. یعنی بالاخره سنشان بالا رفت. یعنی چیزی نیست که تو فکر میکنی. یاد نه دختر ما چی گفتم؟ تنها به تو گفتم که چرا همراه آرنج زدی شوی؟ تو قپور گفتی که اعصاب من خراب کردی. تو واقعا آدم دیوانه میکنی کاموران. درست از بر صورت ما با چیز میرم، با میدان میرم. موتر اونجاست. باز به خواهرت بگو. پس شو بینی تا پس کو. توبه.
آی خدایا، خواهر کم بود که از دانم برایه. تو آی خدایا من نجات بده. اوف دیگه. حالا برام بگو نیازی، این دختر در خانه تو چی میکنه؟ ها؟ به من راست بگو سرت قار نمیشم. این دختر کی است نیازی؟ دختر مامایم است. دختر مامایت؟ دختر مامایت؟ بله سلطان مادر، این دختر مامای نیازی است. بیچاره عین از چیز آمده. عین از آیدن آمده. یک دقیقه، گفتی از کجا آمده؟ از آیدن آمده. او جایی را که عین میگو قدرم دور نیست آقای نیازی. مرا بیبی دختر، تو دختر مامای نیازی هستی؟ ها بله. تو به من باور نداری که از دیگه را پرسان میکنی؟ توبه این دختر به قریه ما مهمان آمده. دیگه چیه پس؟ هلالم که از پیش پدرش فرار کرد آمد پیش سما، بدونی که بفهمی که چی گپ هست سر مردم حمله میکنی. بسیار بد از سلطان دختر. ببین این خوی تو مرا هیچ خوشم نمیایه. اگه از هم جدا شویم از این خاطر جدا میشیم. قار نشو نیازی، قار نشو از حسادت تو کدام. مرا بیبی دختر، تو میفهمی جانم من عروس خانواده شما میشم. نباید از هم خفه باشیم. بیا من تو را بغل میگیرم. بیا که تو را در بغل خود بگیرم و ماچت کنم. میبخشی که دواندمت. هلالم بیا تو هم آمادگی خدا بگی باید به خانه بری، پدرم تو را میبخشه. درست است؟ راست میگی لالا؟ بله راست میگم. مرا برو دیگه. درست است. لباس عروسی مادرم بگیرم. درست است. اما زود بیایی خواهر. جمال میشه با هم گپ بزنیم؟ درست از گپ میزنیم اما اول هلاله به خانه برسانم. درست است. زیاد طول نخوری، من در بازار منتظرت میباشم. سیز. تو به خدایا. خیر است نیازی. خواهر گوش کن. دیشب وقتی گپ نیازی شد اما تو را همراه آرش زدم. یازنیم سر ما شک کرده خواهر. خب از ما پرسان کرد. بیازنیم گفتم که گفتم بین خواهرم و نیازی چی بوده میتونه دیگه. گفتم خواهر متأهل است. خوب گفتی خواهر. گوش کو دختر، اینجا بشین که برای چی میگم. دیشب برات گفتم که برو پیش کان پشت جمال نگرد، اما کاملا گپ مرا فراموش کردی. وقت کان همراه تکر کرد یک سال عمل نشان داد. بله همراه تکر کرد اما من چیزی را نفهمیدم. به اون معنا نگفتم دختر مرا بیبی یک چال بازی میکنین، یعنی اگه اون نشد دیگهش. این کار چه قسم میشه خواهر؟ او را ما برات بگویم دختر، حسادت بینشان به وجود بیار. خودت بفهم بین گل و جمال، بین جمال و کان اونا مثلث آرزوهای تو هستن. تو باید بینشان یک درزه به وجود بیاری. فعالیت کو. خیلی تو میگی اتی یک کار کنم؟ بله اما تو یک کار کو دختر. همیاله که کان همراه تکر کرده زود باش، باید از او فرصت استفاده کنی. همیاله برام؟ بله همیاله. خوب است خیلی برو دختر. درست است. مایره جور میکنم. Başından aşkın, telefon geldi gözleri şaşkın. Muhtarın işi başından aşkın, telefon geldi gözleri şaşkın. Gırladı gitti toy gibi muhtar, bakışları aygın baygın. Aygın baygın aşkın şaşkın, aşkın şaşkın aygın baygın. Safın kurusun, gittin sorsun sultana, bu kadar parayı nerelere koysun. Aşkın şaşkın aygın baygın, aşkın şaşkın aygın baygın, aşkın şaşkın aygın baygın, aşkın şaşkın aygın. دامادی یوسف آمد. شما چه قرائت هستین؟ ما خروار جان میکنیم شما خوشگذرانی میکنین. تو به خدایا. وای یازنه جان خوش آمدی. خوش باشی. نیازی کجاست دوستا؟ نیازی برش یک زنگ عاجل آمد بنیامین، از اون خاطر مجبور شد که از اینجا بخزه و بره. کسی که زنگ زده بود نورتن ینگه بود، وقتی برش زنگ آمد مجبور شد که بره. نورتن چی رفت داره؟ چی شده؟ چرا برش زنگ زده باشه؟ با خدا من دیگه نمیفهمم. بیادر بنیامین چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم بیادر، خوب هستم دیگه.
خب بنیامین وضعیتت چطور است؟ خوب است کاکا عثمان، چطور باشم؟ کم بود در بگیرم همه قدگه. در گرفتم، البته که در میگیرم. در خانه مام که برود باشه در میگیرم دیگه. چی رب داره خربار خنده دارین؟ توبه او تو در گرفته بود. اگر نیده موضوع عروسی وجدان ما کاملا راحت بود. بیا سلطان دختر بیا. سلطان مادر آمد. بیا اینجا بیشی، بیا همینجا بیشین. بسیار مانده شدم نیازی. برو چای بیار بچه. درست است. سلطان مادر خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدی سلطان مادر. خوش آمدی. صفا بردی بیخی. نیازی بچم 2 دقیقه بیرون بیا، کار دارم. حالا دیگه درباره چی گپ بزنیم؟ در بیرون گپ میزنیم رئیس صاحب، برای 2 دقیقه. خب همینجا گپ بزن. خب برو دیگه. میگم بیا. توبه 1 دقیقه بیا، مهم است. بیا بچه با سلطان من یک گلاس چای بیار. نیازی امروی خانمم دیدی؟ گپ راست است؟ بله دیدم. اجدهی چی گپ است؟ پس با هم دیدین. اگه مشکل نباشه میشه پرسان کنم که چرا دیدین؟ گپ نیست، فقط از من کمک خواست. ازت کمک خواست ها؟ نورتن از تو کمک خواست. با چی خاطر کمک خواست میشه بگویی؟ گفت رابطه ما و کاکا اسنویشان خراب شده. گفت بیا تو بین ما واسطه شو، من ایسه قریه‌دار که ای خفگی از این کده بیشتر نشه. رابطه ما و کاکا اسنو ها؟ درست است. خب ایگه پاره با تو چرا میگه؟ بگو برم. یکی است دیگه کی باشه؟ قریه‌دار است. قریه‌دار شخصیت داره، کرکتر داره. خیلی نورتن از ما پرسان کنه که صدیق جان رابطه ما و کاکا اسنو خراب است، بین ما واسطه شو از نیازی پرسان کنه. از این خاطر بدیمید بیا که ما کار مهمتر داریم. ما میخوایم موترت بخرم. فکر میکنم هنوز فکرم در جای نیست. مهم نیست، فکر تو هیچ وقت در جایش نبوده. نیازی جمع کار زنگ زده. بله. نورتن گپ مرا خوب گوش کن، کارا بیخی خراب شده. چی شده؟ نه که برات کدام مشکل پیش شده؟ تنها اگه به من مشکل پیش شده خیر است، به تو هم مشکل پیش شده. واضح بگو نیازی. بنیامین خبر شده که من همراهی تو گپ زدیم. از من سوال کردم میرفت، درست مثل جنایی‌ها. راست میگی؟ اما من چون یک آدم سیاسی هستم زود تونستم که موضوع را تغییر بدم. گفتم پیش ما آمده بود که رابطه ما و کاکا اسنویشان خراب شده، او را درست کن. او مشکوک شده، نمیفهمم که کی برش گفته. رابطه‌ای که بین ما و تو بود سالها پیش خلاص شدن. نورتن باید بفهمی. اما این شور کلکته و بی غیرت تو بنیامین نمیفهمه، چیز را درک نمیکنه. از این خاطر برات گفتم. بله راست میگی، و آدم از درک کردن چیز نمیفهمه. گوش کن نیازی، فکرت باشه تو دهی باره به هیچ کس چیز نگویی، نباید کس از اینا بفهمه. درست؟ من یک چیز را پرسان میکردم. تو چرا سلطان مادر به خانه ما آورده بودی؟ این نیازی باز کجا گم شد؟ اینجاستم سلطان دختر، اینجاستم. میایم. گوشاییم از 1 کیلومتر کار میکنه به قرآن. ما رو آوردین؟ من چرا سلطان مادر رو به خانه تو بیارم؟ خودش خبر شد که یک دختر در خانه است. شلا بود که باید اونجا بیایم. من تنها برات خبر دادم، یعنی برای تو یک نیکی کردم. توبه خیلی زن از کجا خبر شد نورتن؟ نمیفهمم. من چی بفهمم که از کجا خبر شد؟ تو نمیشرمی که یک دختر در خانه خود نگاه میکنی؟ این موضوع قسمی نیست که تو فکر میکنی. خیلی چه قسم است؟ نگه خانه نبود که تو را به خانه خود بردی؟ نورتن میخوای حالا به تو حساب بتام؟ توبه همون قسمی که سالها قبل بودی همه تو راستی. هیچ تغییر نکردی نورتن، هیچ. موبایل قطع کو زود داشت قطع کو. خودت قطع کو. والا بنیامین تو چه خناز کردی؟ این موترت خوشم آمده. 8000 با ما بده لطفاً. زود باش، ستش با ما به 8000 نوشته کن. بچم گفتم موتر از من است، پیش امانت است. نفرک گفت از 9000 کمتر نتیمام نمیکنه. چرا نمیته بیادر؟ یک چیز به نام چنگ زدن وجود داره در فرهنگ ما. چنگ زدن سنت است. کم پایین بیا، من خریدار هستم لطفاً. هیچ آدم راحت نمیمونه صدیق. درست از بیگ از تو باشه. 8000 با ما قبول داری؟ قبول دارم.
مرا ببین، اولین قسط میتام شیرینیشان برات یک گلاس چای میتام، در قسط دیگه کلا پیسه رو برات میتام. البته چرا نه، خوب میشه اگه میگی برات مفت میتام. بچه مرا لوده فکر کردی؟ عجب آدم هستی. ما برات 1000 لیره کم کردیم، هنوزم پیسه شده قسط میتی. من راسو میخرم، مرا البته من میخرم. با دیگه تو چه قسم میخری نه که در مقابلش پیاز میتی؟ نه جانم، مادر مرحومم قبل از اینکه فوت کنه زمینای خود فروخته بود، در مقابل او پول گرفته بود، طلا گرفته بود، مال خانه میرم اونا رو تو میارم، باز موتر میگیرم. ها راست میگی؟ ها بسیار خوب میشه. خوب است. یعنی چی که خوب میشه بچه؟ همراه ما گپ زدی حاله این دیوانه خدا دخیل ساخت. لطفاً بنیامین مرا 2000 حکمت ما با هم دوست هستیم. لطفاً صدیق مرا سر غیرت نیار، قربانت شم. مرا سر غیرت نیار. کسی که پیسه بده من موتر برش میتم. خلاص تو پشت سوارچی نگرد، مال میرم خانه پیسه و طلا را برات میارم، بازی موتر ازت میگیرم. اینا بانک چای خودت هم کنه. من رفتم دیگه. خداحافظ. بخیر بری. اگه چیزی گپ شد با من زنگ بزن. ازت بسیار قهر میشم. لطفاً موتر با ما ما روزداری نکوی. تجارت است نمیشه. قبول نمیکنی؟ نه قبول نمیکنم. ما آمدیم. بیا جان لالا. ای دختره که مقبولم، پس به خانه خود آمدی. آمدم مادر جان. ای جان مادر، برو دستای پدر تماچ کو واشتی کنین. زود باش. پدر بسیار معذرت میخوایم. با یک شرط عذرت قبول میکنم. دفعه دیگه از گپای من سرپیچی نکنی هلال. وعده میکنم پدر، سرکشی نمیکنم. اینجا بشی. میفهمم شما را بسیار ناراحت ساختم، اما نمیخوایم همراه کمال عروسی کنم. اگر راستشو بگویم ما هم نمیخواستیم تو عروسی کنی دخترم. ما بازم به کمال به خاطر تو بله میگفتم، اما گل خواهر وقت برم مشوره داد مامو تو گفتم پدر. پسی بای منوز که این مفکوره را خانم گل برد داده. گفت به پدر چیز نگویی. من به شما چیز نگفتم پدر. توی گله بیبی هم اعضای خانواده ما شد و هم به جای ما تصمیم میگیره. میبینم که او دختر بسیار خوشت آمده زنه که همون یک مشورت داده دیگه. بله مادر میشه 2 دقیقه اینجا بیایی همراه گپ میزنم. دیشب در کجا خواب کردی دخترم؟ چی شده بچه؟ نه مادر، من از تو یک چیز میخوایم. چی میخوای؟ برم بگو. میشه بگل یک لباس بخری، اما تو انتخاب که درست است یک چیز باشه که دخترای قریه ما خوش کنن. اما او خو انتخاب دخترای قریه ما رو خوش نداره. خوش داره مادر، مجبورن قبول میکنن. درست است بچه، برش میخرم. جمال. بله پدر. من به قهوه خانه میرم. درست است پدر. گوش کنین، مواظب باشین با هم جنگ نکنین. نمیخوایم خودت در کدام جنجال بندازین. نه چرا خودت در جنجال بندازم؟ نیاز و حوصله ندارم که حتی دست خودت تکان بدم. جنگ نمیکنیم مادر، تو تشویش نکن. خب خداحافظ. بخیر بری. جان مادر، جان مادر. شده بودم. ما هم پشت دق شده بودم. کمال سوده؟ زیاد خب منتظر نماندی هماتونی؟ نه جانم، ما هم یالا آمدم. دستت چی شده؟ دستم قربانی یک حادثه اتفاقی شد. در خانه ما آتش سوزی شد. به خاطر نجات دادن خانواده خود فدا کردم. بله از بویت معلوم میشه، بوی سوختگی میتی. ها، به خاطر که با اومدن پیشتون وقت نشه شاور نگرفتم. درد خو ندارم و تو نیست؟ دست اگه بسوزه مهم نیست سوده، مهمی است که قلب من نسوزه. وای وای وای. ما به خاطر این غمگین هستم که اگه دستای تو را یخ میزد من دستای تو میگرفتم و گرمش میساختم، اما حالو کارا نمیتونم، به اون خاطر خفه هستم. وای کمال، تو بیخیاش قانع شدی، مثل داستانای گپ میزنی که در کتاب میخوانم. خوش شدم که خوشت آمد. مرا دسته که با یک دستم گرمش میکنم. بیا دیگه جیگر. ما چی کنیم جلال؟ چه قسم عروسی کنیم؟ بیبی وقت عروسی ما رسید، پدرمشانم با هم مخالف شدن. هر دو تلاش عروسی ناموفقانه ختم شد. کاش که یکیش اتفاق میافتاد که راه ما باز میشد. اگر با هم آشتی نکنن چی؟ میخواستم بگویم فرار کنیم، اما به خاطر او پیسه کار است.
به خدا آیتن ما باید هر چه زودتر استقلال مالی خود بگیریم. یعنی چه قصه؟ پیسه پیدا کنیم و پدرم چون ضرورت نمی داشته باشیم وقت میتونیم که عروسی کنیم. جلال اینقدر پیسه را از کجا پیدا ما کنیم؟ پیدا میکنیم. شام پت با مولا میریم، برنامه میگیریم، ما دیجی تو میشم و تو خواندن میخوانی. خب اما به ارکستران ضرورت است. به او ضرورت نیست. آهنگای فردی میخوانی. ببین من چی میگم، تو در صحنه تنها میباشی و بالای موسیقی تهیه شده آهنگ میخوانی و من پیسه را جمع میکنم. جلال وقتی عروسیام کردیم تو سر من پیسه پیدا میکنی؟ ای چی منا داره ایتن؟ بی وجدان و بی غیرت. دیشب میخواست همراه هلال عروسی کنم، امروز همراه سوده میگردم. واقعا بی غیرت است، قسم میخورم هیچ آدم نیست. برش خواهر خودم مثل پندک گل میدادم، افسوس به حالش. جلال بیادر من چی گناه داره ها؟ مگم این خواهرتون نبود که دیشب به بیادر من نخیر گفت؟ اما باز به کمال لازم است که دو مرچه زردک بگرده؟ البته که میگرده. خواهرتو در بین کلگی بیادر من ترک کرد. پس او بی غیرت گناه نداره؟ شاید داشته باشه. من هم میگم که کار درست کرده، اما نمیمانم تو هم سرش گپ بزنیم. چرا که خواهر تو چی کرد کل ما میفهمیم. حتی این که لالای چی کارا کرد او را میفهمیم. او هم کامران خواهر من رها کرده بود. درست است. بهتر است اونا را در حال خودشان بانیم درباره خود فکر کنیم. درست است درباره خود گپ بزنیم. درباره چی گپ بزنیم؟ امیر گپ بزنیم که سر میز نکاح را چه قسم ترک میکنی؟ اما من برات یک چیز را بگویم جلال. بگو. من نمیمانم که تو تا وقت میز نکاح منتظر بانی همینجا برات نخیر میگم. نخیر جلال. توبه من خود چیزی نفهمیدم. کورشم مگه چیزی فهمیده باشم؟ من چی میگفتم و چی شد؟ آیتن اون شد. خاله جان من داخل دندانت پر کردم، دوام در بینش ماندم. برای یک هفته چیز سخت نخود، درست است؟ هفته آینده در همین وقت منتظرت هستم. تشکر دکتر صاحب. سلام کامران خوش آمدی. چطور هستی؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ دیشب چطور معلوم میشدم مقبول شده بودم یا نه؟ بسیار مقبول معلوم میشدی کامران. او لباس برات بسیار مقبول میگفت، اما اگه به کلگی نمیگفتی که من برای تو لباس خریدم بهتر میشد. خیلی چی کنم؟ از خوشی گفتم. هیچ کس برایم تو یک توفه نخریده بود. چی میکنی؟ تشکری میکنم. در قلبم به خود یک جایی جور کردی کان. با یک لباس؟ درست است کان. میفهمی پدرم تمام لباس های ما آتش زد. راست میگی؟ چرا؟ فکر میکنم چیز است، نمیخواه که شهری شوم. مشکل اصلی تو همی از کامران. تو به این سن خود رسیدی اما هنوزم وابسته به پدرت هستی. اگه میتونستی سر پای خود استاد شوی این روزا پیش نمیامد. خب سر پای خودم هستم. کامران منظورم این نبود. میخواستم برات بگویم که یک خانم به خاطر که بتونه وابسته به خانوادهش و مردم قریه نباشه باید کاملا خودکفا باشه. یعنی باید یک مسلک داشته باشه. از او خاطر باید تحصیل کنه و مکتب خلاص کنه. او وقت هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه اجتماعی به کسی وابسته نمی باشه. فهمانده تانستم؟ نفهمیدی؟ درست است. خب فهمیدم، اما چیزای زیاد گفتی فکرم گدوت شد. دیگه چیز نگو. من فهمیدم بیا از کل چیزا نمیتونم که حفظ کنم. برام بگو چی فهمیدی؟ یعنی میگی درس خواندن ضروری است؟ بله دقیقا همه طور است. اما من برات نوتای درسی دادم، تو چند روز شد حتی طرف اونا ندیدی کامران. اوف من میخواستم ببینم اما در خانه ما مشکلات خلاص نمیشه. تو بهتر نمیشه که من اول عروسی کنم باز درس بخونم شوهرم باز بره با ما این خانه خود؟ تو چی گفتی؟ یعنی چیز میگفتم وظیفه میگفتم. وظیفه من روزانه در خانه درس میخوندم، شوهرم میرفت به وظیفه، ما گلواری گذران میکردیم. چیز نباید گلواری میگفتم، چیز میگفتم نام یک نفر در گپم آمد. اوف اشتباه فهمیده نشه. میخواستم بگویم به خوبی گذران میکردیم دیگه. کامران اگه ضرورت باشه که همراهت واضح گپ بزنم در آینده نزدیک امکان نداره که من همراهت عروسی کنم. یعنی به نظر من تو درسایت بخوان بعداً درباره عروسی فکر خود کردین. خیلی فکر میکنی؟ بله. یه زنده باشی. با امید دیدار.
معاینه خانه. خسته نباشی. مانده نباشی. بسیار مقبول است. بسیار تشکر خاله جان. جمال چرا قدیر کدی؟ گل دقیقی ما مشکلات که خلاصی داره از خاطر دیر اومدم. حالیان باید برم قهوه خانم. چرا؟ به احتمال زیاد کاکو یوسف و پدرم با هم جنگ میکنن. آخری کار به کجا خود رسید؟ ما هم نمیفهمم گل. وضعیت معلوم است میبینی. به هر حال مرا هر چی که هست باشه. ما باید درباره موضوع خانه نیازی گپ بزنیم. نیازی میتونه مادر کلان ما با گفتن دختر مامان فریب بده، اما ما بسیار خوب میفهمیم که او دختر کیه. او دختر او شب است. همون دختره که تو را از قهوه خانه گرفته با اون محل که خب اما مرا به او دختر چی غرض گل؟ بان دیگه جمال بلیاز خدا مویای دختر رنگ کردین، لباسای قریه را پوشاندین به خاطر که شناخته نشه. درست است. ما به او کار ندارم. در خانه نیازی از در خانه ما خونه است. قسم گپ میزنی فقط که در اتاق ما دیده باشیش. یعنی میخواستی به خانه ببریش؟ گل بله. اونجا نگاش میکردم. هرچی نباشه شاید نیازی خوشبخت شوه. میگی نگاش میکنم. او دختره چرا نگاه میکنین؟ چرا مخفیش میکنین؟ نمیتونم بگویم گل. هنوزم گل. جمال او دختر کی است؟ بینتان چی گپ است؟ چرا زود دفاع میکنی؟ خنده نکو، باید به من یک توضیح بدی لطفا. گل حالا میخوای بس اما حسادت کنی ها؟ گفته بودی امرای او تو دخترها نمیبینی. اما سر ما تهمت کده میری گل. بعد است با من قول داده بودی جمال. ما هم سر قول مستاد هستم. بس درست از دیگه بگو دختر کی است؟ گل برای تو هیچ کس نیست. برای تو خی کی است؟ با ما اینا بی پدرم زنگ زدم. ما باید برام. واقعا بین ما چیزی نیست. سر ما اعتماد که درست است. تشویش نکن. جمال میشه برام بگویی او کی است؟ نمیتونم با امید دیدار. خوب است نگو. من خودم پیدا میکنم که او کی است. جمال چطور هستی؟ خوب هستم کامران. تو چطور هستی؟ بیبی دوباره خدا کامران سابق جور کرد. فهمیدم. کار او شبتر نفهمیده بودم اما ایره فهمیدم. نمیفهمم چرا. او کامران مقبول بودی یا ای کامران؟ خب کامران او شب از نگاه ظاهر مقبول بود. هرچندی کامران مقبول است اما بالاخره برای ما مقبولی باطنی مهم است. یعنی لباس پوشیدن شخصیت نمیسازه کامران. یعنی خوشت آمد؟ بله کامران بسیار خوشم آمد. چی بگویم؟ بیخی راستش در خیالات رفته بودم. کامران حالا ما باید پیش پدرم برم. درست است؟ تو هم رفتار خودت خوب کن. نشه که به خاطر زیبایی ظاهر باطن خودت خراب کنی. مهم باطن انسان است. درست است؟ خداحافظ. باز دیگه وقت گپ میزنیم. درست است؟ بله کامران باز گپ میزنیم. درست است؟ اینا بگی. اوی بابا جان. اینا بگی پیسا را بنیامین. اینکه پیسا را دومره پدرت هم ندیدی. پوره 10,000 است. باید مدرم چی داری؟ مارک آلمانی دارم. خدا در غضب خود گرفتارت کنه. مارک آلمانی را از کجا کدی؟ از ناچل شدن او پیسا چندین سال میگذره. خیلی ناچل شده؟ حالا نمیچله. چی قسم بچله؟ این پیسا تمامش به اروپا رفت بسیار وقت پیش. خیمالی را چی کنم؟ حکمت بچیم بهتر است که سرش یک گلاس یخ بخورید. بنیامین با هم تفاهم کنیم. قسط اولم یاله قسط دوم دیگه وقت. شیرینیشم برات میدم یک گلاس چای. بیا دیگه. صدیق بچم گفتم که اون موتر از من است. کاش که از من می بود. پیش من مانت است. نکن لطفا نقصرم گپ نزن. نمیفروشم. صبر کنین بچم. هنوز خلاص نشده. اینجا کم اطلاعم دارم. بگی او چیست؟ طلای خالص است؟ طلای خالص است. طلای خالص چند قیمت داره؟ فکرتم که گرام 560 لیره است. حق داند طلای خالص که میشه 4,000 لیره. زبانم دراز شد. خب چی کنیم؟ شریکی بخرنش. شریکی؟ یک روز یکی تان سوار شوین، یک روز دیگه تانه دیگه چی گپ است؟ ملا شیر سلطان نکلت کار. یعنی شریکی. سلطان مادر راست میگه. منطقی است بچم. والا راست میشه. دیوانه خدا چی نظر داری؟ مرا دیوانه نگو لوده. دیوانه نگو. صبر که دقیقه فکر کنم. میشه. ما قبول دارم بچه. ما قبول دارم. چیزی بگفتن نیست. درست است. میشه.
بنیامین ما و دیوانه خدای موتر شریکی خریدیم. چی وقت برام 4000 دیگه میتی؟ هر وقت بخوای. خوب است صحیح خدا نیک مبارک کنه. والا موتر مبارک باشه. منظور بنواز صبر کنار رو بگیرم. مقصد گوش نباشه. چه آدم گوش نست. حالا بنواز یک موتردار شده ما. وای جانم. Kayfe dedemlidir sıddığın çayı Hikmetin cebinde alaman markı Bünyamin tutturdu verin parayı Yoksa vermem size ben arabayı Bünyamin tutturdu verin parayı Yoksa vermem ben size arabayı Sultanın fendi herkesi yendi Kayfe dedemlidir sıddığın çayı Hikmetin cebinde alaman markı Bünyamin tutturdu verin parayı Yoksa vermem size ben arabayı آی چرا اینجا داخل شد؟ وای 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 آی دختر بسیار تشکر میکنم وای خفتم که دیلوکا میفهمی کان از من بسیار خوشش آمده جمالم خوشش آمد گرچه گفت تو همیالم مقبول هستی یک کم از ظاهر و باطن و یک چیزایی گفتم ما زیاد فکرم باز نشد حال ما باید درباره بعضی چیزا تصمیم بگیرم تما و موضوع کانو جمال هست راست میگی کامران ها اما ما بازم جمال دوست دارم به خاطر که از خاطر او زیاد زحمت کشیدیم تو چی نظر داری بیا که داخل گپ بزنیم اصلا سر پای نمیشه بریم کمال بیا در وضعیتش بعد معلوم نمیشه اما این بار حتما باید دواها را بخوری درست است هفته آینده باز میبینمت فعلا برای شفای عاجل میخوای زنده باشی دکتر صاحب رویا نوشته خود خلاص کردی؟ تقریبا بسیار کمش مانده به کم معلومات دیگه ضرورت دارم اما به خاطر بهتر شدن نوشتیم باید در مورد روابط خانواده‌های مالدار و زمیندار بفهمم ها درست است خیلی بیا که بریم به قهوه خانه و کمی تحقیق کنیم عالی میشه دیوانه بچیم روزای تاق میبرم جنگ نکنین بچه بچیم تاق نه جفت آقا دیگه خانه ما بیادر ما ورچی چی به موتا روز بخیر کاکاوس نو بخیر باشی منصور جان خیرت باشه چطور به قهوه‌خانه آمدی ما فکر کرده بودیم که کاکاوس نو بعد از حادثه دیروز دیگه هرگز به قهوه‌خانه نمیاید چرا نیاییم البته که میاییم خانواده ما یک پلان ساخته بود دختر ما عملی کردش چی شد در نتیجه ما موفق شدیم و یوسف نفهمید که کجا فرار کنه زبان بچانش محکم مکم تو چی گفتم میری؟ هرچی که شد همون را گفتم سلطان مادر چی شده؟ خودت هم میشنوی که چی میگی؟ توبه توبه روز بخیر سلام علیکم کاکا یوسف خوش آمدی خوش آمدی یوسف حسنو گفت که اینا پلان ساخته بودن هلال از امی خاطر کمال رد کرد دو بار قسم کرد بیا بیشی بیا بچم اگه تو گپه نمیگفتیم از سر کمال نخیر میگفتم اما ده خاک خورد دختر تو هم در خانه ماند بغیر دختر ما چرا در خانه بانه دختر ما یا با بچه احمق تو مانده بود اوکل تو بچه مرا احمق گفتی ها تنها او را نمیگم تو را میگم و خاطر کردوی احمق هستیم
خدای من اینا بازم با هم جنگ میکنن. دیگه کی؟ مالدارا و زمیندارا؟ بدو. بسستگر چوب باشین. این دشمنی شما از کجاست؟ چی گپ شده؟ مرا ببینین. دارایی خود از پیش هر دویتان میگیرم، باز نخواد بفهمین که چی کار کنین. فردا در این میدان باید دسترخوان آشتی روان کنین. نمیشه سلطان مادر. آشتی نمیکنم. خانوادای هر دویتان باید بیه. شنیدین چی گفتم؟ یوسف تو حرکت که برو، داماتتا گرفته برو. برین بخیر برین. بریم دیگه. نه بیشی شو باش، کم صبر کو، کم گفتم صبر کو. حالا برو دیگه. بریم دیگه. تو برو بچه می؟ تو هم یه سلطان دیگه. تو اونجا بالا شدی. بسیار خطرناک است مفتی. آیستا. دختر یعنی تو هم جمال میگی؟ البته که جمال میگم، او اولین عشقت است. آی اگرچه کانم درد دندانم کم ساخته بودم ما. تو راست میگی. جمال خب من رفتم. خداحافظ. خدا. کامران اینجا چی کار داشتی؟ تو را چی؟ جمال به دختر چی ربط داره؟ آی با تو چی؟ تو خبر داری نی؟ ها خبر دارم. پس بگو دیگه. آی تحمل شنیدنش نداری؟ تحمل شنیدنش ندارم؟ تشویش نکن، تحمل شنیدنش ندارم. حالا بگو. او دوست دختر جمال است. چی؟ جمال او را دوست داره. دیدی کاری که همراه مکدی حال همراه خودت شد دختر. او دوست دخترشه.